سلام، تو این ویدیو من میخوام یه دستگاه باحال رو بهتون معرفی کنم و در انتها آموزش ساختش رو بهتون بدم. این دستگاه به درد اونایی میخوره که اهل سفر و کمپ کردنن یا حالا راننده کامیونن یا کمپر دارن. من به شخصه عاشق کمپ کردن توی زمستونم، اما کمپ کردن توی زمستون یه مشکل بزرگ داره، اونم گرم کردن چادره. گرم کردن چادر چند تا نکته ایمنی داره. یکی اینکه شما نباید به هیچ وجه توی چادرتون آتیش داشته باشید و اینکه نباید مونوکسید کربن توی چادرتون باشه. استفاده از پیکنیک و غیره خطر خفگی و آتش سوزی رو داره. اما کنار اون اگر بخواید از سیستم های استفاده کنید که از باتری خودرو استفاده میکنن، باید این سیستم ها به قدری کم مصرف باشن که باتری ماشینتون برای فردا که میخواید استارت بزنید نخوابه یا لازم نباشه در طول شب چند بار ماشین رو استارت بزنید. با این اوصاف من تصمیم گرفتم یه سیستم شوفاژ کوچولو بسازم که تمام نکات ایمنی توش رعایت شده باشه و گرمای خیلی خوبی هم داشته باشه و به باتری ماشینم فشار نیاره، چون کنارش قراره از بنزین، نفت، گازوئیل یا حتی پیکنیک استفاده کنید. بادی که از این شوفاژ کوچیک خارج میشه چیزی حدود 45 تا 70 درجه سانتیگراده. این دستگاه فقط برای گرم کردن توی فصل سرما نیست، بلکه میتونید از اون به عنوان پنکه توی فصل گرما یا کولر آبی با تولید بخار آب سرد و پرتاب اون ازش استفاده کنید. از این دستگاه همچنین میتونید برای روشنایی چادر، پخش آهنگ، شارژ تلفن همراه، نمایش ولتاژ باتری خودرو، نمایش دمای هوای محیط و خروجی دستگاه و یا فقط تولید بخار استفاده کنید. چون این دستگاه من سعی کردم از قطعاتی مثل قطعات پراید استفاده کنم که همه جا پیدا میشه و قیمت خوبی هم داره و کلا قطعاتی که مقرون به صرف است و کیفیت خوبی داره استفاده کنم که لیستش رو بهتون میگم. اما قبل از هر چیزی لازمه که یه سری نکات رو راجع به سیستم شوفاژ بدونید و من میخوام اول از همه روش کار کردن شوفاژ رو بهتون توضیح بدم و اطلاعات اولیه رو بهتون منتقل کنم. سیستم شوفاژ مدت‌هاست توی ساختمان‌ها، خونه‌ها، ادارات و جای مختلف استفاده میشه. در سیستم شوفاژ از آب برای انتقال حرارت استفاده میشه. توی سیستم شوفاژ آب رو به وسیله حرارت و آتیش گرم میکنن و بعد اون آب رو منتقل میکنن به رادیاتور. رادیاتور وظیفش اینه که اون حرارتی که آب داره رو به محیط منتقل کنه و آب خنک‌تر میشه. دوباره آب خنک‌تر شده به منبعی که حالا یا مخزنی که مربوط به گرم کردن آب برمیگرده و دوباره این چرخش ادامه پیدا میکنه. آب گرم دوباره تو رادیات میاد و همدمای محیط میشه، دوباره برمیگرده و محیط رو به همین شکل گرم میکنه. از این سیستم توی دو بخش خودرو هم استفاده میشه. یک بخش برای خنک کردن موتور و دیگری سیستم گرمایش خودروه. آب رادیاتی که توی ماشین میریزن همواره توی موتور در حال چرخشه. این آب حرارتی که از احتراق موتور به وجود میاد رو جذب میکنه، این آب رو به رادیاتور منتقل میکنه و بعد با فنهایی که داره دمای آب رو پایینتر میاره و دوباره آب خنکتر شده رو به موتور میبره و باعث خنک شدن موتور میشه. توی این قسمت سیستم رادیات خودرو از این سیستم برای خنک کردن موتور استفاده میشه، نه گرم کردن. در مقابل این سیستم که برای خنک کردن موتور استفاده میشه، یه سیستم دیگه وجود داره که برای گرم کردن کابین خودرو استفاده میشه و وقتی شما بخاری رو روشن میکنید، همین آبی که با موتور گرم میشه به داخل کابین خودرو منتقل میشه و اونجا به یه رادیات کوچکتر متصل میشه. این رادیات کوچکتر پشتش یه دونه فن داره و داخل اتاق خودرو قرار داره و باعث میشه حرارتی که توی آب رادیات خودرو وجود داره به داخل کابین خودرو منتقل بشه و باعث گرم شدن کابین بشه و به عنوان بخاری عمل میکنه. از این روش علاوه بر گرم کردن میشه برای خنک کردن قطعات هم استفاده کرد. توی کامپیوترهای جدید از این روش برای خنک کردن سی پی یو و قطعات استفاده میکنن. حالا شما به طور کلی یاد گرفتید که سیستم رادیاتور و خنک کننده یا شوفاژ چجوری کار میکنه. اما یه توضیح کوتاهی من راجع به خود رادیاتور بهتون بدم و بگم که چه شکلیه و داخلش چجوریه که کل روند براتون راحت تر باشه. برای ساخت رادیاتور از آلیاژی استفاده میکنن که رسانه حرارتی خوبی داشته باشه. عموما رادیاتورها رو از آلومینیوم یا مس میسازن. مس و آلومینیوم یا حتی توی بعضی مواقع برنج به راحتی میتونن حرارت رو از خودشون عبور بدن و رسانه حرارتی بالایی دارن. داخل رادیاتور پر از لوله های کوچیکه که آب رو داخل خودش میچرخونه. همچنین این لوله ها از طریق پره‌های به همدیگه متصل هستن که بتونن دما رو بهتر به محیط منتقل کنن. برای رادیاتورها عموما فن میذارن تا بتونه بیشتر و سریعتر آب رو خنک کنه و بیشترین انتقال دما رو به محیط داشته باشه. خب تا اینجای ویدیو هر چیزی که لازم بود راجع به سیستم گرمایش و خنک کننده رادیاتور بدونید و من بهتون گفتم. حالا بریم سیستمی که قراره خودمون داشته باشیم و من بهتون توضیح بدم.
خب من یک عکس براتون آماده کردم که قصد دارم باهاش روش کار کردن این سیستم رو توضیح بدم. عکس خیلی عکس ساده ایه و کلا روش کارم خیلی روش ساده ای. شاید براتون سوال بشه چرا من فقط دارم بخش رادیاتور این سیستم رو میگم، چون این قسمت سخت‌ترین قسمت ساخته این دستگاه، بقیه بخش خب خیلی ساده تره و من سخت‌ترین قسمتش رو در نظر گرفتم که همینه و به صورت یک عکس خیلی ساده قرار بهتون توضیح بدم. این سیستم از دو بخش تشکیل میشه، یه بخشش این قسمته و یه بخشش همین تیکه‌ایه که پایین داریم. حالا این قسمتی که تا این بالا داریم، نیمه بالایی این عکس به غیر از این لوله مسی که پایین وجود داره، این داخل همون دستگاه ما قرار میگیره و داخل چادر یا حالا جایی که هستیم قرار میگیره. این قسمت دومش که حالا لوله مسیه و آتیش داره، اینو بیرون چادر، بیرون اتاق ماشین یا هر جایی که دوست داشتید میتونید روشن کنید و این آب رو گرم میکنه و به داخل دستگاه منتقل میشه و عملا ما آتیش رو داخل چادر نداریم و آب بیرون چادر گرم میشه و اون گرمای آب به داخل منتقل میشه و از خفگی یا آتش سوزی جلوگیری میکنه. توی این پروژه من از رادیاتور بخاری پراید استفاده کردم که هم قیمت مناسب تری داره، هم ابعاد کوچکتری داره. آلیاژی که واسه ساخت این رادیاتور استفاده شده آلومینیومه. حالا توی بعضی از نسخه ممکنه ورژن مثلش هم پیدا کنید که قیمت بالاتری داره. آب گرم از این قسمت وارد رادیاتور میشه و میچرخه داخل رادیاتور و از این قسمت خارج میشه. ما پشت این رادیاتور یه دونه فن قرار میدیم که باد یا هوای محیط رو به رادیاتور بزنه و تا جایی که میتونه حرارت آب رو بگیره و آب خنک‌تری رو خارج کنه. ما یه مخزن آب نیاز داریم که حالا آبی که خارج میشه از این دستگاه یا در صورتی که آب کم و زیاد میشه یه منبعی برای ذخیره‌سازی آب داشته باشیم. حالا من توضیح میدم که ما چرا توی این سیستم داریم منبع استفاده میکنیم. چند تا دلیل داره که من توی ادامه و در انتها بهتون توضیح میدم. آبی که از این رادیاتور خارج میشه داخل این منبع ریخته میشه و سپس از این منبع آب از طریق پمپ به لوله پیچی که مسی است و بیرون چادر قرارش دادیم منتقل میشه. مس همونطور که قبلا بهتون گفتم یه رسانه حرارتی خوب هستش و حرارت رو به خوبی جذب میکنه یا حالا دفنش میکنه و اینکه آب رو به این وسیله ما گرم میکنیم. گرمایی که از آتیش یا حالا حرارتی که داریم خارج میشه رو به آب منتقل میکنه، دوباره برمیگرده داخل رادیاتور و این روند تکرار میشه. از حالا لوله پیچ مسی توی چیزهای مختلف استفاده میشه، مثلا آب گرم کن‌هایی که ما تو خونه داریم که کوچیکن، داخلشون یه بخش مسی دارن برای جذب حرارت. ما از این قسمت برای جذب حرارت استفاده میکنیم و وقتی که آب گرم شد دماش از اینجا که وارد میشه تا اینجا که خارج میشه افزایش پیدا میکنه و به داخل رادیاتور میاد. این سیستم هرچی بیشتر کار بکنه دمایی که ازش خارج میشه بیشتر میشه. به چه شکل؟ اول از همه که ما آب رو داخل دستگاه میریزیم، بر فرض مثال آب 10 درجه دما داره. آب میاد اینجا میره توی این لوله مسی ما، حالا بسته به تعداد پیچ هایی که لوله مسی ما داره و نوع حرارتی که داریم بهش میدیم و ارتباطی که با حرارت داره و چقدر میتونه دما و حرارت رو جذب کنه، دمای آب افزایش پیدا میکنه. ما در نظر میگیریم مثلا توی هر بار که آب داخل اینجا میاد چیزی حدود 20 درجه دما رو بالا ببره و اینکه آبی که با 10 درجه میاد اینجا چیزی حدود 20 درجه دماش افزایش پیدا میکنه و با 30 درجه توی دفعه اول از این لوله پیچ مسی ما خارج میشه و وارد رادیات میشه. وارد رادیات که میشه اینجا توی این سیستم ما به وسیله فن حرارت رو از آب میگیریم و آب رو خنک‌تر میکنیم. حالا اینکه دمای محیط ما چقدر هست هم تاثیر داره، چون ما آب رو نهایتا میتونیم همدمای محیط بکنیم. بر فرض مثال دمای محیط ما هم چیزی حدود 5 درجه است یا حالا همون 10 درجه است. هوایی که داریم به این رادیاتور میدیم بر فرض مثال توی اول کار 10 درجه است و یه بخشی از این دمایی که توی آب وجود داره رو ما ازش میگیریم و آب خنک‌تر میشه. بر فرض مثال اگر آب 30 درجه دما داره اول کار، ما توی قسمت خروجی چیزی حدود 15 تا 20 درجه حرارتی که آب در هنگام خروج داره ازش باقی میمونه. این آب میاد توی این منبع. این یه بطری آلومینیومیه که من دارم ازش استفاده میکنم. این بطری همون بطریه که بعضیا واسه درست کردن چای ازش استفاده میکنن تو طبیعت، که حالا یا
اینا که وسایل کمپ میفروشن دارنش، یا ابزار فروشی ها دارنش، یا حتی عطر فروشی ها دارن. در از این قوطی عطره که آلومینیومیه و خود اینم حتی توی دفن حرارت توی محیط خیلی چیز کارسازیه، چون جنسش آلومینیوم خودشم و میتونه یه مقداری هم خود همین حرارت رو به محیط انتقال بده، چون این قسمت توی چادر قرار داره. آب دوباره برمیگرده داخل همین سیستم. این بار که آب داره برمیگرده ما در نظر میگیریم مثلا به جای 10 درجه 15 تا 20 درجه است و دوباره ما اگر در نظر بگیریم این سیستم و این آتیش قرار 20 درجه آب رو گرم تر کنه، این سری اگر این 15 درجه وارد این بشه 35 درجه ما دما داریم و این دوباره همین روند چرخش پیدا میکنه، همین روند اتفاق میفته و آب هی به مرور دماش بالاتر میاد. اما این قانون تا ابد تکرار نمیشه، یعنی شما نمیتونید بگید که خب این آب قراره دماش تا 1000 درجه بره، مثلا هی هر بار 15 درجه افزایش پیدا کنه. و اینکه من اگر اینجا مثلا 20 درجه در نظر گرفتم، این مقدار یه مقدار مثال زدنیه، این روند ممکنه طولانی تر باشه، میزانی که شما حتی دارید آب رو سرتر میکنید بیشتر باشه، شاید مثلا توی هر بار چرخش 1-2 درجه دمای آب افزایش پیدا کنه. این موضوع که توی این قسمت آب چقدر داره گرم میشه و چقدر حرارتش اینجا از دست میده و آبی که دوباره برمیگرده تو سیستم چقدر گرم هست و چقدر حرارتش رو تونسته حفظ کنه، خیلی به شرایط بستگی داره و یه قانون ثابت نداره. به تعداد پیچ هایی که ما اینجا داریم، میزان حرارتی که داریم و آب میدیم و اینکه چقدر داریم، حالا سرعت فنمون چقدر، دمای محیط چقدره، خیلی به این شرایط بستگی داره. ممکنه حالا توی روند طولانی، حالا من مثالی که زدم با اعداد بالا زدم، اما به طور کلی توی هر بار چرخش این آب ممکنه چند درجه گرمتر به داخل این سیستم برگرده، حالا در حد 1 درجه، گاهی وقتا تا 5 درجه. خیلی به سرعت چرخش توسط پمپ وجود داره، چون هرچی سرعت پمپ بر فرض مثال پایین تر باشه، این آب آهسته تر از تو این لوله ها میچرخه و وقتی آهسته تر از این لوله بچرخه حرارت بیشتری رو جذب میکنه. دوباره این طرف هرچی آب آهسته تر از تو این لوله بچرخه دوباره حرارت بیشتری رو دفن میکنه و میگم یه سری شرایط خاص داره و خیلی شرایط محیطی و شرایط استفاده این دستگاه میتونه توی خروجی اون تأثیر بذاره. خب من میخوام نتیجه تست عملی این دستگاه هم بهتون بگم. من یه چادر 6 نفره تابستونه دارم که خب چادر تابستونه خیلی درز داره واسه خنک بودن و اینا، ولی حالا ما درزش تا یه حدی گرفتیم، ولی خب گردش هوا داره و هوای بیرون خیلی به داخل منتقل میشه و این دستگاه رو روشن کردیم با یه شعله کم نفت که حدودا توی 8 ساعت من انقدر شعله کم بود که چیزی حدود نیم لیتر نفت مصرف کردم. دمای محیطم که حدودا 8 تا 10 درجه سانتیگراد بود، ما تونستیم دمای خود چادر رو با اون همه درزی که داشت حدود 25 درجه برسونیم و یه دمایی که برای من معقوله. یعنی من اگر شعله حرارت رو بیشتر میکردم طبیعتا دمای محیط بالاتر میرفت، اما با یه شعله خیلی خیلی کم من تونستم دمای یه محیط که خیلی هم درز داره و خیلی هوا رفت آمد داره رو تا حدود 25 درجه برسونم که خب یه چیز معقوله واسه حالا کم کردن توی اون دما و فوق العاده بود. یعنی خب این سیستم از لحاظ ایمنی هم باید بررسی بشه و اینکه من نکات ایمنی این سیستم هم بهتون بگم. این سیستم 2 تا بخش داره دیگه. یه بخشش داخل چادره که همونطور که گفتم این قسمت بالایی این سیستمه که خب نه مونوکسید کربن یا نه خفگی برامون به وجود میاره، نه امکان آتش سوزی داخل چادر رو داره. و یه سیستم بیرونی داره که خب این سیستم بیرونی احتمال داره که بیرون چادر آتیش بیاد، اما من برای اونم یه سری شرایط طبیعی کردم که خب آتش سوزی بیرون چادر هم حتی اتفاق نیفته، یا حتی اگر این دستگاه افتاد به وسیله باد یا ضربه چیزی باعث سوختن یا آتش سوزی نشه، که اونم تو انتهای ویدیو بهتون نشون میدم که این کار رو چجوری هندلش کردیم. و اینکه حتی واسه این قسمت هم من یه ساختاری رو در نظر گرفتم که بیشترین جذب حرارت رو داشته باشیم که با کمترین سوخت بتونیم بیشترین گرما رو داشته باشیم، هم بحث ایمنیش همون بحثش. اما جدا از این بحثا که یه سری بحثای کلی مربوط به هر سیستم گرمایشی واسه چادر هست، این سیستم یه نکته امنیتی و ایمنی دیگه هم داره که باید حتما رعایت بشه. ببینید آب توی حالتهای مختلف چگالیش تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما آب رو وقتی گرم میکنیم
یا سردش میکنیم ابعادش تغییر میکنه، یه قانون کلی که وجود داره. خب این آب وقتی که گرم میشه و این آب هرچی دماش داره در حال تغییر دیگه، اینجا سرد میشه اینجا گرم میشه و این دما تغییر میکنه. شما یه چیزی که توی خودرو هم دیدید که بارها و بارها نوشته شده و تاکید میشه بهش، اینه که وقتی ماشین گرمه در رادیاتو باز نکنید. چرا؟ چون آب با فشار بیرون میزنه و این به خاطر تغییر همون چگالی آب هستش. ما توی این سیستم هم همینو داریم، یعنی اینکه اگر این سیستم قرار باشه یه سیستمی باشه که حالا در این بطری رو برفرض مثلا ما باز بذاریم، خب باعث تبخیر آب میشه، یعنی شما نصف شب باید باز آب داخل این سیستم بریزید. ولی اگر در این سیستم بسته باشه ممکنه فشار و باری که داخل این لوله ها داره میچرخه و توی این مخزن هست یا توی این رادیات هست افزایش پیدا کنه و این باعث ترکیدگی میشه، یعنی ممکنه این مخزن بترکه، لوله بترکه یا هر اتفاقی بیفته. و برای این موضوع شما باید یه سری قانون ها تعبیه کنید و یه سری شرایط رو در نظر بگیرید که این اتفاق نیفته و این موضوع رو حلش کنید. این موضوع توی خودرو حل شده است. حالا چه شکلی؟ من توی ادامه الان بهتون توضیح میدم. توی خودرو سیستم آب باید به نحوی پمپ شده باشه که هیچ آبی از این سیستم خارج نشه و نیاز نباشه که شما هر روز آب داخل رادیات بریزید. اما در یک حالت شما باید فشار باری که داخل این سیستم وجود داره رو کنترل کنید و نباید بذارید از یه حالتی بیشتر بشه و اگر بیشتر شد حالا شما باید آب، بخار آب و یا اون اکسیژن فشرده که داخل سیستم وجود داره رو خارجش کنید. کنترل فشار بار توی قطعات دیگه هم استفاده میشه، مثل زودپس که شما میبینید که یه سوپاپی داره که از توی اون بخار آب خارج میشه. توی خودرو در رادیاتور این کار رو برای ما انجام میده و عملاً به عنوان یه سوپاپ هم عمل میکنه، به این شکل که با فنری که داره اگر فشار بار از یه حدی بالاتر بره این درب جمع میشه و میذاره که یه مقداری از اون بخار یا حالا اکسیژن یا حتی آبی که داخل سیستم وجود داره و داره به سیستم فشار وارد میکنه از طریق یه لوله خارج بشه. توی برخی خودروها این آبی که از این سیستم خارج میشه رو توی یه منبع دیگه به نام منبع انبساط جمع میکنن تا در صورت نیاز دوباره به سیستم اصلی برگردونن. اما تو برخی خودروها این آب دور ریخته میشه و دیگه به سیستم بر نمیگرده. من تو این سیستم از ضرب رادیات خودرو استفاده کردم که حدود 1 تا 1.5 بار رو میتونه تحمل کنه و بعد از اون اکسیژن یا حالا بخار آب یا آب رو خارج میده و این آبی که حالا از این سیستم خارج میشه رو من دور میریزم که روی سیستم فشار باری وجود نداشته باشه و ایمنی اون تضمین بشه. خب من تو این پروژه برای اتصال قطعات از میدپوکس یا خمیر اپوکسی دو جزئی جلوسنج استفاده کردم. یه 2 تا ورژن داره، یکی آرام خشکشه یکی هم سریع خشکشه که من ترجیحاً آرام خشکش رو انتخاب کردم و استفاده کردم. توی قسمت مشخصات فنی یه دمای کاری داره که اینجا زده 10 تا 60 درجه، توی این یکی دیگریه یه مقدار فرق میکنه، این قضیه زده دمای قابل استفاده 10 تا 40 درجه، مقاومت حرارتی 150 درجه. خب این ورژنی که حالا سریع خشک هست من تو تستی که گرفتم یه مقدار در کل مقاومتش به نسبت این یکی کمتره، پس من حس کردم که شاید دمای کاری این بالاتر باشه. داکیومنت خب شاید اوکی نیست. اومدم ورژن انگلیسیشو نگاه کردم که حالا دوباره همون حالت، حالا اپریشن تمپریچرش تقریبا 10 تا 40 درجه سانتیگراده و ترمال رزیستنسش حدوداً 150 تا، یعنی مقاومت حرارتیش حدوداً 150 درجه سانتیگراده که تقریبا میشه گفت که با این یکیه. ولی خب این یکی زمانی که هارد تایمش هست که دیگه کامل خشک میشه چیز حدود 12 ساعت زمان میبره و من کلا اینو بیشتر میپسندم. راجع به چسب زدن و استفاده از این چسب هم یه نکته خیلی مهمی که لازمه بگم، حتما محلی که قرار چسب خورده بشه رو خوب سنباده بکشید و اینکه قشنگ تمیزش کنید، یه سری خشا روش باقی بذارید که چسب به خوبی و محکمی اونجا قرار بگیره. و من چیزی که تست کردم طبیعتا این دمایی که زده 10 تا 60 درجه مقاومت حرارتیش خیلی بالاتره و وقتی که کامل خشک بشه از این حرارت بالاترش هم تحمل میکنه و اون ساختارش خراب نمیشه یا گیراییش پایین نمیاد. خب اولین قطعه‌ای که قرار بسازیم مخزن آب این دستگاه است. من برای ساخت این دستگاه ترجیح دادم از یه قطعه‌ای استفاده کنم که آلومینیومی باشه، خودش باعث دفن دما بشه و حرارت رو به خوبی از خودش عبور بده و یه جورایی یه درصدی مثل رادیاتور باشه. آلومینیوم، برنج، مس یا حتی استیل خب حرارت رو بهتر
عبور میدن و چون این قطعه قرار توی چادر باشه میتونه خودش هم باعث گرم شدن بشه. پس در جن یکی از این آلیاژ ها رو بعد انتخاب میکردم که من این قوطی ها رو انتخاب کردم. چرا؟ چون قیمت فوق العاده پایینی داره. این قوطی های عطر هستن یا قوطی های سم هستن که دو ورژنش تو بازار وجود داره که عموما مردم اینا رو برای حالا آب جوش توی طبیعت استفاده میکنن که رو آتیش میذارنش، که حالا میشه از ابزار فروشی ها، عطر فروشی ها یا حتی سوپرمارکت هایی که توی مسیر جای دیدنی هستن از اینا تهیه کنید. فقط دو نسخه داره. یه نسخهش اینا هستن که مربوط به عطر، در ورودیشون یه مقدار بزرگتره، و یه ورژن دیگه داره که حالا مثلا مال سمه، یکم درشون کوچیک‌تر. من این گزینه رو انتخاب کردم که در بزرگتری داره. خب برای ساخت مخزن یه بخش دیگه نیاز داریم که بخش در بشه. این قسمت مخزن آب پژو پارس هستش که این قسمت پلاستیکی رو به صورت جدا هم میفروشن، اما من از رادیات سازی یه دونه همینجوری گرفتم که خراب شده بود و عملا مثلا شکسته بود یا ترک خورده بود یا آسیب دیده بود. یه دونه ازشون همینجوری رایگان به من دادن و گرفتم. این قسمت بالایش از اینجا برش زدم، یه درب رادیات براش تهیه کردم برای همون خودرو و در نهایت اینا رو به همدیگه متصل کردم. خب برای چسبوندن این دو قطعه به همدیگه همونطور که قبلا گفتم قشنگ سطوح رو تمیز میکنین. بعدش این دوتا رو با همون چسبی که معرفی کردم به همدیگه میچسبونید و حواستون باشه که به خوبی آب بندیش کنید و محکم بشه و بعدش 12 ساعت میذارید که خشک بشه. فقط اون سوراخی که مربوط به خروج آب هست روی قسمت درب رو نبندید چون بعداً لازمش دارید. حالا یه چیزی پیدا کنید که بهش شلنگ آکواریوم بخوره. من همچین چیزی رو داشتم، برشش زدم و اون رو توی محلی که مربوط به خروج آب اضافی هست بچسبونید که شلنگ رو بهش متصل کنید. حالا وقت آماده سازی بقیه قطعات، من 4 تا از این دربای کولر پراید تهیه کردم. اونا رو از این محلی که مشخص کردم برش زدم و به این شکل تبدیلشون کردم که کوچیک‌تر بشه. خب من قسمت جلوی دستگاه رو باید براتون تشریح کنم و بگم هر قسمت چه کاری انجام میده و بیشترین هدفی که داریم توضیح قطعات الکتریکی ماست. این 4 تا که دریچه هوا پراید، این یه پیزو الکتریکه برای تولید بخار آب سرد. این پنلایی که این بالا میبینید 2 تا دماسنج داریم، یکی برای دمای خروجی دستگاه و یکی دمای محیط. این یکی ولتاژ باتری رو نشون میده و آمپر مصرفی دستگاه. این یه شارژر فندکیه. حالا اینجا یه سری دکمه ها داریم. این پنل پخش موزیک ماست که بلوتوث داره و فلش و حالا SD کارت میخوره. اینجا یه سری دکمه داریم و یه سری ولوم داریم. این طرف هم یه سری دکمه داریم. این دکمه اولی برای روشن کردن فن خنک کننده است. این قسمت پایین دستگاه چون قطعات الکتریکی وجود داره یه فن خنک کننده داریم که در صورتی که خیلی گرم شد محیط بتونیم روشنش کنیم و قسمت پایینی دستگاه و قطعات الکتریکی رو خنک کنیم. این اون فن کوچولوییه که این پایین وجود داره برای خنک کردن قطعات که با این روشن میشه و با این سرعتش کم و زیاد میشه. دکمه زرد رنگی و ولومی که کنارش وجود داره برای روشن کردن لامپ های دستگاه است و شدت نوری که داره. این فن اصلی دستگاه است که باش میتونید سرعت رو کم و زیاد بکنید، میزان باد خروجی رو تنظیم بکنید، که فنی که حالا این پشت دستگاه قرار داره و به عنوان فن اصلی دستگاه کار میکنه با این دکمه و این ولوم میتونید تنظیمش کنید. و ولوم آخری و دکمه کنارش مربوط به روشن و خاموش کردن و سرعت پمپیه که قرار آب رو برای ما بچرخونه که اینجا خود پمپ رو میبینید. اگر برگردیم قسمت، اینجا یه سری دکمه های دیگه داریم. این دکمه برای روشن کردن خود پنل موسیقی یا حالا آهنگمونه. دکمه پایینیش برای روشن کردن دماسنج ها به کار میره. شما شاید تو طول شب بخواید دماسنج ها رو خاموش کنید یا نورش اذیتتون میکنه. این دکمه برای روشن و خاموش کردن شارژر ماست و این یکی برای روشن و خاموش کردن این قطعه تولید بخار هستش که با این دکمه‌ای که فشاری هست و هر بار فشارش بدید نوع بخاری که خارج میکنه رو تنظیم میکنید، شدتش کم و زیادش و غیره. این کل حالتی بود که پنل داره و قابلیت هایی که توی پنل من قرار دادم. حالا وقتش من لیست قطعات الکتریکی که توی این دستگاه استفاده کردیم و به ترتیب بهتون بگم که چیا هستن. اول از همه 2 تا دماسنج رو پنلی 12 ولت خرید کردم. حالا من 2 رنگ مختلفش رو گرفتم که برای نمایش دمای محیط ازش استفاده میکنیم و دمای خروجی دستگاه.
یک ولتمتر دیجیتال خریدم که ولتاژ بین 0 تا 100 ولت رو بهمون نمایش میده و تا 10 آمپر میتونه اندازه‌گیری بکنه که قراره ولتاژ باتری و آمپر مصرفی کل دستگاه رو برای ما به نمایش بذاره. یه پمپ آب 12 ولت نیاز داریم که حالا هم قدرت خوبی داشته باشه و هم در مقابل دما تا یه درجه‌ای اوکی باشه و بتونه آب گرم رو هم برامون به خوبی منتقل کنه و آسیب نبینه. من یه فن 12 ولت ماینر سایز 12 در 12 سانتی متر تهیه کردم. من برندی که تهیه کردم دلتا هست چون کیفیت خیلی خوبی داره و آمپر مصرفیش هم حدوداً 2.7 آمپر هستش. این فن شدت باد بسیار بالایی داره و خیلی کارایی خوبی تو این دستگاه خواهد داشت و توی سرعت بالا ممکنه صداش زیاد باشه ولی قدرت باد بالایی داره، ولی چون ما سرعت رو قراره تنظیم بکنیم میتونیم سرعتش رو پایین‌تر بیاریم و صدای این قطعه رو کم کنیم. و من فنی که سفارش دادم فن 4 پین هست که 4 رنگ سیم ازش خارج شده. یه فن 4x4 12 ولت من سفارش دادم که برای خنک کردن قطعات الکتریکی دستگاه استفاده میشه. 3 عدد ماژول کنترل سرعت 2 آمپر خرید کردم که همین مدلی هست که الان دارید اینجا میبینید که برای کنترل سرعت این فن 12 ولت کوچیکمون، کنترل سرعت پمپمون و شدت نوری که لامپ ها قرار داشته باشن ازش استفاده کردیم. یه ماژول کنترل دور 3 آمپر تهیه کردم که برای کنترل سرعت این فن 2.7 آمپرمون استفاده میشه. یه برد بلوتوث نیاز داریم که به عنوان پخش سیستم استفاده کنیم. مدل‌های مختلفی توی اینترنت وجود داره که حالا کیفیتاشون و نوع کاراییشون با هم دیگه متفاوته. چیزی که من تهیه کردم این مدل هستش که 80 وات آمپلیفایر داره که میتونید به 2 تا اسپیکر 40 وات متصل کنید. 2 تا بلندگوی 4 50 وات گرفتم 4 اینچ که همین برند من خریدم. حالا شما میتونید اگر بلندگوها رو بهتر میشناسید اونا رو انتخاب کنید. یه شارژر فندکی خریدم که سایزش کوچولو باشه، حالا برای من 33 وات کفایت میکرد. اینو خریدم که توی دستگاه قرارش بدم و یه ماژول تولید بخار سرد تهیه کردم و در نهایت من 2 تا از این قابای سوکت بین راهی خرید کردم به همراه 2 تا فیوز 10 آمپر که واسه خودرو باشه. این تقریبا تمام قطعات الکتریکی بود که تو این دستگاه استفاده شده. حالا سیم و چه میدونم این دکمه ها دیگه چیزاییه که مشخصه و تو هر مغازه‌ای میتونید راحت پیداشون بکنید. سیم کشی این دستگاه فوق العاده ساده است چرا که ما داریم از ماژول ها استفاده میکنیم و فقط کافیه که ولتاژ رو بهشون بدیم و خروجی رو ازشون دریافت کنیم. این کل سیم کشی که داریم و فقط شما اینپوت آوتپوت ها رو دقت کنید که درست وارد کنید، یعنی مثبت رو به مثبت وصل کنید، منفی رو به منفی و همین شکلی خروجی رو بگیرید. فقط رنگ قرمز مثبت، مشکی هم منفیه. این کل سیم کشی هست که این مدار داره و فوق العاده هم ساده است. پس من آموزش سیم کشی رو براتون نمیذارم و طبق همین چیزی که اینجا براتون کشیدم خودتون باید انجامش بدید یا از کسی که حالا این کار است کمک بگیرید. تنها نکته‌ای که وجود داره واسه ماژولای PWM که باید ولومی که بهشون متصل هست رو ازشون جدا کنید و با سیم دوباره بهشون وصلش کنید که بتونیم اونا رو بهتر تو باکسمون جا بدیم. حالا نوبت ساخت باکس و جعبه برای این دستگاه است. من اینجا به صورت 3D تمام قطعات رو حالا حدوداً درست کردم و گفتم که چجوری قراره به هم دیگه متصل بشن و باکسمون چه شکلی قراره باشه. این شکل کلیشه که به صورت 3 بعدی من ساختمش و فایلش رو براتون توی دیسکریپشن پست میذارم. یه سری فایل دیگه هم داریم که هر قطعه یا هر قسمت این باکس رو من به صورت دقیق ابعادش رو گفتم. حالا بازم شما میتونید به نسبت اون قطعاتی که دارید ابعاد رو تغییر بدید یا اون شکلی که دوست دارید خودتون بسازید، ولی این چیزی که من دارم به صورت دقیق و سانتیمتری و میلیمتری حتی ابعادشون رو اندازه گرفتم و توی دیسکریپشن لینک دانلود فایلاشو براتون قرار دادم. شما میتونید از CNC برای برش و آماده سازی باکستون استفاده کنید، اما من به صورت سنتی با کمک پیرمرد مثلا مهربون این باکس رو ساختم و قطعات رو به صورت آزمایشی روی هم سوار کردم. حالا چون کلیات کار جمع شده بود من پمپی که داشتم رو با چسب به همون مخزنی که ساخته بودیم متصل کردم. من از چند تا نقاش خودرو سوال کردم که چجوری برای گالوانیزر رو رنگ بزنم. بهم گفتن که اول جوهر نمک بزن، بعد سنباده بکش، بعد رنگ بزن. من این کار رو انجام دادم اما رنگ اونجوری که باید به سطح نچسبید و کلا سطح خراب شد و بعد مجبور شدم رنگا رو تمیز کنم و دوباره بفرستم که رنگ کوره‌ای بخوره. اینجا تنها جایی بود که خرابکاری کردم اما خب تا حدودی درست شد.
دوباره رنگ خورد، من قطعات الکتریکی رو روی دستگاه نصب کردم و شروع کردم به تست کردنشون و بعد رفتم برای آماده سازی بخش رادیاتور. من به رادیات بخاری پرای چند تا لوله مسی که این شکلی جوش داده بودم متصل کردم به وسیله چسب و در نهایت اون رو در محلی که لازم بود قرار دادم. اینکه چرا از چسب استفاده کردم به خاطر اینه که مس به آلومینیوم جوش نمیخورد و مجبور شدم به کمک چسب میلپوکس این کار رو انجام بدم. و در نهایت تمام قطعات رو به هم متصل کردم و اونجایی هم که رابط شیلنگ گذاشته بودم با شیلنگ بخاری خود رو به هم دیگه به وسیله بست محکم کردم و متصل کردم. در نهایت سیستم رو با چسب مزدا و چسب واشرساز آب بندی کردم و بعدش تست کردم ببینم نشتی آب نداره و وقتی که خیالم راحت شد تمام قطعات رو به هم دیگه متصل کردم و باکس اصلی یا پنل اصلی دستگاه رو بستمش و این قسمت کامل آماده شد. حالا که بخش اولیه دستگاه آماده شده بود، یه پنل دیگه لازم داشتیم برای بیرون چادر یا ماشین که باید اونو آماده می‌کردم و رفتم که اون قسمت رو آمادهش کنم. اول از همه یه لوله پیچ مسی به این شکل آماده کردم و جای اتصال شلنگ رو هم براش گذاشتم و بعد از اینکه این آماده شد رفتیم واسه ساخت باکس برای این. اول از همه یه کوره کوچولو این شکلی ساختیم و لوله پیچ مسیمون رو داخلش قرار دادیم. ما یه کوره بزرگتر ساختیم و کوره کوچیک‌تر رو داخل اون قرار دادیم. این کار چند تا دلیل و مزایا داشت. با توجه به اینکه این قطعه قرار بود بیرون چادر باشه و در مجاورت هوای سرد بود، بهتر بود کوره وسطی یا اولیه که قرار بود حرارت رو جذب کنه، حرارت رو بهتر جذب می‌کرد و با هوای محیط کمتر در ارتباط بود و یه فاصله هوایی گرمی بین محیط و اون کوره به وجود می اومد. مورد بعدی وزش باد یا حتی بارون بود که باعث میشد کوره وسطی کمتر خیس بشه یا آب یا باد اونو زودتر خنک کنه یا به آتیشمون لطمه‌ای بزنه. و در نهایت مورد آخری این بود که اگر حتی به یک دلیلی این قطعه می افتاد و در مجاورت چادر قرار داشت و به چادر یه چیزی میخورد، کوره وسطی خیلی داغ بود، کوره بیرونی اونقدر داغ نبود که باعث سوختگی آتش سوزی بشه. روش استفاده از این قطعه به این شکلی که اونو بیرون چادر روی یه آتیشی قرار میدید، مثل پیکنیک که من اینجا دارم از خوراکپز نفتی استفاده میکنم، کم حرارت خوبی داره و هم با نفت کار میکنه، ولی شما میتونید از پیکنیک یا هر چیز دیگه ای استفاده کنید. این دستگاه رو من قبلا توی دمای فوق العاده سرد تست کردم و واقعا عالی عمل کرد، اما برای ویدیو من تصمیم گرفتم یه بار دیگه این دستگاه رو تست کنم. البته الان اواخر بهاره و اینکه دیگه همه جا گرم شده، ولی ما تست رو انجام دادیم. پس بریم آماده سازی دستگاه رو بهتون نشون بدم. و ما کلا یه تست نیم ساعته از این دستگاه گرفتیم و تو طولانی مدت طبیعتا بازدهی بیشتری داره، ولی خب ما چون عجله داشتیم سریع تست رو گرفتیم و برگشتیم. خب این کیفیت صدا و نور دستگاه بود. حالا بریم سیستم گرمایش دستگاه رو آماده کنیم. ما دو تا شیلنگ 1.5 تا 2 متری بخاری خودرو داریم که یک سر اون رو به دستگاه داخل چادر متصل میکنیم. حالا اون طرف دیگه شیلنگا رو به دستگاهی که قرار بیرون چادر باشه متصل میکنیم. حالا توی مخزن دستگاه آب میریزیم و اونو پرش میکنیم. حالا پمپ دستگاه رو روشن میکنیم تا آبی که تو مخزن رو به داخل لوله ها منتقل بشه و مجدد توی مخزن رو پر آب میکنیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم داخل لوله ها پر آب شده و مخزن آب کافی داره، در به رادیاتور میبندیم و اونو داخل چادر میذاریم.
حالا وقتشه که آتیش که داریم رو روشن کنیم. من خوراکپز نفتی که دارم رو شروع میکنم روشن کردن. البته نفت کم برده بودیم چون قرار نبود خیلی روشن باشه، به زور روشن شد و در نهایت هم شعله‌اش خیلی کم بود چون یه ذره نفت ریختیم داخلش. حالا کوره‌ای که برای دستگاه ساختیم رو روی حرارت قرار میدیم. همونطور که میبینید دمای محیط 15.1 درجه داره نشون میده و دمای باد خروجی 21.1. البته دستگاه کلا 2-3 دقیقه است که داره کار میکنه. این هم دمای محیط با یه دماسنج آنالوگ و یه دماسنج دیجیتال دیگه که ما بهتون نشون بدیم دمای محیط دقیقاً همون 15 درجه است و دستگاه هم داره درست نشونش میده. برای 5 دقیقه در چادر بستیم و دمای محیط از 15 درجه به حدود 20 درجه و دمای باد خروجی به حدود 36.5 درجه تغییر کرد. چادر و دستگاه رو به حال خودش گذاشتیم و به ماشین برگشتیم و بعد از 10 دقیقه دوباره به چادر برگشتیم. دیدیم دمای محیط به 24.3 درجه و دمای آبم حدوداً 42 درجه است. من چون عجله داشتم و زود می‌خواستیم برگردیم سرعت فن رو بالا بردم. این کار باعث میشه که آب زودتر سرد بشه و محیط زودتر گرم بشه. چادری که من دارم یه چادر تابستون است که همه طرفش بازه و اگر میخواید تو زمستون ازش استفاده کنید باید خیلی خوب اونو ببندید که هوا خارج نشه. و چون ما کلا روی حالت تست بودیم و فقط میخواستیم تست بگیریم و زود برگردیم و هیچ جای چادر رو درست حسابی نبستیم و شما اگر واقعا بخواید کم کنید تمام درازای چادر رو به خوبی میبندید و محیط زودتر گرم میشه. تا اینجا ویدیو سرعت ویدیو نرمال بود. من 2 دقیقه آخر این تست رو سرعت رو بالا میبرم که سریعتر ببینید توی 2 دقیقه چقدر دما تغییر میکنه. به طور کلی هرچی دستگاه بیشتر کار کنه هم دمای آب و خروجیش بالاتر میره و هم دمای محیط بالاتر میره و ما چون عجله داشتیم دیگه بیشتر از این ثبت نکردیم. اینم تست آخرمون که فندکیشه که تست کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. و در نهایت این ایده بود که به ذهنم رسید و پیاده سازیش کردم و خواستم با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید و اینکه ازش لذت برده باشید و بار علمی براتون داشته باشه. اگر دوست داشتید پیج منو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرامم هم فالو کنید. خدافظ.